اینجا تقریبا یه هفته بود که بلیط مکزیکو برای ماه آیندهش خریده بودیم و من تصمیم گرفتم که از این فرصت استفاده کنم و پروپوز کنم. سفر و ساحل و اقیانوس و اینا به نظر کاملا مناسب این آیدیا بود. تصمیم گرفتم آنلاین حلقه رو اوردر بدم و بفرستمش خونه خواهرم. خب دیروز اوردر رسید خونه خواهرم و با 1000 تا قایم موشک بازی از اونجا برش داشتم و الان پیشمه و اصلا نمیدونم چه احساسی دارم. فعلا همه احساساتم با هم قراقاتیه و دارم فکر میکنم کجا قایمش بکنم که مهیا نبینه. الان سر کاره، حالا بگرم ببینم چه جای خوبی میتونم براش پیدا کنم. خب 1 هفته تا سفر مونده و من از اون روز هیچ جایی رو توی خونه پیدا نکردم که خیالم راحت باشه بذارمش و دارم اینو هر روز با خودم میبرم سر کار، اینطوری تو این جیب. ایرپادم هم روشه. مهیام هیچ وقت تو کیف من کاری نداره. اینجا خیالم راحته که هر روز این پیش خودمه. یه هفته هم بیشتر نمونده، ببینیم چی میشه. خب دیگه روز سفر فرا رسید و مهیا رفته بود دوششو بگیره. همه وسایلم کامل جمع کرده بودیم. من فقط 2 تا لباس اضافه کردم که بتونم این جعبه حلقه رو بپیچم لای یکی از لباسام، گذاشتمش تو این زیپه و تمام. دیگه میدونستم مهیا احتمالاً کاری با این چمدون نداره و همه چیزم خوب پیش رفت و مشکل پیش نیومد. چون دیگه اونجا موقعیتی پیش نیومد که بتونم فیلم بگیرم، از این ویدیوها استفاده میکنم که تعریف کنم. توی پرواز یواشکی به دوستام گفتم وقتی که مهیا خواب بود. اونا کلی هیجان زده شدن و استرس گرفتن که حالا این مسئولیت سنگین رو میخوام بندازم رو دوششون که باید از ما فیلم بگیرن. قرار شد همون شب اول انجامش بدیم که هم خودم استرسم تمام شه، هم دیگه بقیه سفر رو با خیال راحت بگذرونیم. همین کارو هم کردیم. بازم یواشکی من حلقه رو رسوندم دست دوستم و همون شب اول به بهانه قدم زدن لب ساحل رفتیم کنار آب و من ازش خواستم که از ما مثلا برای یوتیوب و اینا فیلم بگیره. دوباره حلقه رو یواشکی داد بهم، گذاشتم جیبم و این شد. اینم از این. ما قبلا با هم صحبت ازدواج رو کرده بودیم، اما مهیا اصلا فکرشو نمیکرد که الان اتفاق بیفته، توی این سفر اتفاق بیفته. منم خیلی برام سخت بود که اون حجم از احساس رو 3 هفته توی خودم پنهان کنم، ولی همه چیز خیلی خوب پیش رفت و مهیا واقعا سورپرایز شد. خیلی خوش گذشت و اون موجی هم که زد زیر پامون تصویر رو خیلی رویایی تر و قشنگتر کرد. دم دوستامون هم گرم که کنارمون بودن، این لحظه بیاد موندنی رو با ما جشن گرفتن و ثبتش کردن.